طرف اصلا دوست من نیست. کجا من بهتون گفتم رفیق؟ من کی بهتون گفتم رفیق؟ یا تو کی به من گفتی رفیق؟ تو این 4 5 ساله، تو این 5 6 ساله اخیر یه تلفن زدی با آقای قیصر؟ من یک عالم مشکلات تو زندگیم داشتم، گفتی که قیصر حالت چطوره؟ حالا که من رفتم رو استیج خوندم و اینجوری سر صدا کرده، عکس منو خودت گذاشته، عکس مثلا 15 20 سال پیشو که من به تو میگفتم رفیق ولی اشتباه کردم الان میگم بی‌شرف. عجب. من که ادب رو رعایت میکنم، هیچ موقع، مخصوصا شما خانم هستی دیگه، به خانم توهین نمیکنم، ولی درست نیستین. اگه تو هنرمندی و ادعای هنرمندی میکنی، این درست نیست. این کاری کثیفیه که وقتی که یک هنرمند، یک همکار خودت مطرح میشه و اسمی ازش میاد بدون خواسته خودش. من رفتم آقا یه جا خوندم روی مگه طرفداری از وطن کردن در زمان جنگ که یک کشوری به نام اسرائیل بهش حمله میکنه بی‌شرفیه. من فکر کنم بی‌شرفی بیشتر اون باشه که طرفدار اسرائیل رو بکنی و بری تو اسرائیل اونجا زندگی کنی. خلاصه من هیچ موقع رفیق تو نبودم. رفیق کسیه که هر روز با آدم زنگ میزنه. شما تو این 6 7 سال اخیر به من زنگ زدی، با من صحبت کردی، ما حتی تولدت هم گرفتیم، تولد برات گرفتیم. خیلی بی‌معرفتی دیگه، خیلی آدمای بی‌معرفت زیادن.